بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و انجینرهای عزیز، امروز ما شما ECM یا الکتروکیمیکال ماشینینگ میخوانیم. الکتروکیمیکال ماشینینگ یک پروسه غیر سنتی یا پروسه ادوانس است که ما در پروسه تولید از استفاده مونیم. فلزات بایی خاصتا فلزات هارد و سخت و بریتل ما بایی شکل دهی مونیم و یکی از پروسه های خیلی ادوانسی است که در بیشتر در بخش های تیاره سازی، قسمت های انجین تیاره، در بخش های لوکوموتیو، وسایل طبی در قسمت های استفاده وسیع داره و امروز روی ازی آشنا خواهیم شد. اصل پرنسیپ ای است که از قانون فارادی گرفته شده یا مبنای به او برمیگرده. قانون فارادی به این اصل استوار است که هرگاه دو الکترود ما که پتانسیل سرازنای اعمال باشه مورد بین یک مایع قرار بدیم، الکترون ها و ذرات فلز از قطب مثبت یا انود دیپلیت شده یا جدا شده، تجزیه شده، به قطب منفی یا کاتود جذب میشه یا پلیتت میشه، روی از او رسوب میکنم. به این اساس از این اصل گرفته شده و این اصل دیولاب شده که امروز عوض از این که در روی سطح منفی فلزات تجزیه شده به در سطح از او رسوب کنه، این فلزات با آیون های دیگه تعامل داده یا با آیون های منفی دیگه تعامل داده یک سلک تشکیل میشه. یعنی سلک در زیر از سطح از حوزه تشکیل میشه، عوضی که در سطح منفی یا در روی افزار به نصب شوه اینا در زیر همی حوزه که وجود داره در قسمت تهنشین میشه. اصل پرنسیپ چیز و این گفتیم برگشت ازی یا اساس ازی قانون فارادی است. در حدود یک دهه اخیر اینا بیشتر توسعه پیدا کرده و در سابقه ازی بیشتر در بخشای انجین طیاره استفاده می شده و در این پسانه حدود 20 سال اخیر در 20 سال اخیر بیشتر توسعه پیدا کرده در بخشای موتورسازی، انجین موتور، انجین طیاره، وسایل طبی صنعتی می قسم در بخشای از سرکت های برقی دیگه استفاده وسیع داره، استفاده زیاد میشه. و یکی از بخشای خیلی مهم از الکترولیت است. الکترولیت یک محلول حادی است. این محلول حادی چند وظیفه داره که وظایف از را خواهیم آشنا شد. وظایف از یکی است که این به عنوان یک کاتالیست و خود از در کنار از کاتالیست یک مواد خیلی ضروری است که وارد تعامل هم میشه و باعث سردکاری هم میشه، باعث برطرف شدن فلزات تجزیه شده هم میشه و این در بین الکترود و کاتود در حوزچه همیشه پمپاژ میشه و تجزیه میشه. در اون قسمت این قسمت هم یک ویدیو که هست میبینیم. این چارج های منفی در قطب مثبت یا در قطعه کار که جذب شد اینا با فلزی تجزیه شده از قطب مثبت تعامل کرده، فرس کلراید تجزیه تشکیل میده. این فرس کلراید به عنوان مواد رسوبی یا سلک در زیر حوزچه تشکیل میشه. این سدیم هایی که در
قطب منفی است سدیم ها با آیون های هیدروژنی که از دی حوزچه وجود داره. کدام آیون ها؟ آیون هایی که ما چون محلول نمک گفتیم، محلول نمک آب و هیدروژن ها با این سدیم ها تعامل کرده آیون سدیم هیدروکساید تشکیل میده و یک مقدار از او هیدروژن ها با هیدروژن های منفی او آیونی که وجود داره از قطب منفی با هیدروژن و آیون رو جذب کرده، مولکول هیدروژن تشکیل میده که فرار مونه به شکل گاز. اصل فرانسه به این اساس است. الکترولیت ما باید چند خاصیت داشته باشه. یک الکترولیتی است که باید یک هدایت برقی خیلی خوبی داشته باشه و سر از اینکه هدایت برقی خوب داشته باشه باید اسپسیفیک هیت بالا باشه، یعنی زود گرم نه، بتونه حرارت زیاد به خود جذب کنه. اگر این زود گرم بیاد و این معنا که قطع کار گرم میاد دیگه به هر اندازه قطع کار گرم بیاد کیفیت از او پایین میره، یعنی خواص مکانیکی خود از دست میده. ما مجبوریم رو پسان هاردنین کنیم. پروسه هاردنین که شما در بخشای دیگه خود خواندین. هاردنین گیست که ما یک فلز در حدودی 1900 نظر به نوع فلز فرق منو و حرارت میدیم حدود چندین ساعت. بعد از او رو در محیط های کنترل شده سرد میدیم. حتی چودن بعضی از انواع چودن ما 100 ساعت در یک حرارتی 1900 درجه سانتیگراد نگه داریم که بسیار بالاست. این قیمتی قطع تولید شده رو بسیار بالا میبره. به این اساس کوشش میشه که جسم گرم نشود و دیگه چسبندگی زیام پایین باشه. این الکترولیت ما باید چسبندگی پایین داشته باشه، یعنی زیاد چسبناک نباشه. اگر ما فرض کنیم مثل عسل باشه که خود در بین الکترولیت و بین انود و کاتود مثل عسل خوب که بچسبه دیگه کل فلزات تجزیه شده هم در شکل خمیره در بین جذب میشه دیگه، کل کار متوقف میشه دیگه، پروسه سرعت نمیگیره. بعضی خاصیت های دیگه داره باید چی باشه؟ پایداری کیمیاوی داشته باشه، به زودی تعامل نکنه با فلزات دیگه و ندیه خاصیت خلاص دیست و این مقاوم باشه و این موادهای زهری نباشه. اگه مواد زهری باشه دو اسناد چون زهر تولید میشه و گازات زهری باز باعثی آزار و اذیت یا حتی مرگ کارکنان خود شد. و این باید نان کروسیف یک از خاصیت های مهم از این است که باید نان کروسیف باشه، یعنی مواد فرسوده نسازم. اگر قرار باشه که فلز فرسوده کنه، فلز تخریب کنه دیگه باز قطعات ما کیفیتش پایین میه. باید نان کروسیف باشه. خب این میتونه شامل پتاسیم کلراید باشه. می الکترولیت ما میتونه سدیم کلراید باشه که پیشتر هم اشاره کردیم، میتونه سدیم نایتریت باشه. اینا نمونه های از انواع از الکترولیت میتونه باشه. خب در این جریان پمپ هم نیازه. پمپ هم از انواع مختلف هست، یعنی پمپی که میره پمپاش کنه همین الکترولیت از مخزن بگیره، یا در بین الکترود و کاتود یا چی بین انود و کاتود پمپاش کنه، دوباره پسی فیلتر شود. از اینکه پا یک پمپی دیگه ما هم حتما با پمپ هم نیاز بود، یعنی پمپ ما باید این الکترولیت دیگه در قسمت ها جمع شده، این الکترولیت ما پمپ کنیم. در این قسمت این پمپ ماست که پمپ کنه الکترولیت. از این قسمت ما باید پمپ کنیم میره این پمپا شود در کنار کاتود یا قمی افزار ما. از افزار این قسمت بیاد این قسمت ها را سرد کنم. خب وظیفهش یکی است که اینی خودی کاتود یا می افزار ما را سرد کنه. یک این قسمت ها همی فلزات تجزیه شده یا فلزات جدا شده ایره کلورین یا زی کلورینی که مثلا فرض یک مثالش سدیم کلراید است، کلورین با این فلز تعامل کنه فیلتر بسازه. فرس کلراید یا کلراید از آهن او به عنوان یک مواد رسوبی تهنشین میشه. از این قسمت
توسط از این مواد که انتقال داده شد می در زیر از تهنشین میشه. خب یک تهنشین شد دیگه کم کم اینمی قطعه ما قرار شکل دهی کنیم، شکل دهی میشه و شکلی که ما میخواهیم بعد تهیه کنیم مطابق از او اینی خود افزار ما شکل دهی مونیم. یعنی هر شکلی که ما بخواهیم باید افزار خود به اون شکل بسازیم. خب بعد از او ما طول ماست یا افزار ماست. افزار ما اینی افزار ماست. افزار ما بعضی خواص ها را داره. مثلا این باید چی باشه؟ یک از خاصیت هایش است که حادی باشه. اگه حادی نباشه چطوری برق از این قسمت به دیگه انتقال بدیم؟ خب یک از خاصیت هایش است که حادی باشه. خاصیت دیگه است که این باید چی باشه؟ همین سرفیس فینیش خوب داشته باشه. سطح از دیگه سطح کاری خوب نشته باشه یا بگیم قابلیت ماشین کاری ضعیف داشته باشه. این به این معناست که ما نمیتونیم یک قطعه خوب را تهیه کنیم. پس این موادهای ما باید یک سرفیس فینیشینگ خوب داشته باشه. این موادها معمولا چی؟ آلومینیوم میتونه باشه، کاپر میتونه باشه، برسیامو برنج میتونه باشه، فلز برنجی که یک الیاژی از میسو روی است. دیگه برونز است که برونز هم یک الیاژی میسو. از انواع دیگه فلزات میتونه که ما تقریبا کلی الیاژ های میسه ما به نام اکثر الیاژ های میس با فلزات مثل آلومینیوم و مثل قله اینا رو ما به نام برونز میشناسیم. برونز باشه، تیتانیوم باشه یا بعضی موادهای دیگه مانند استینلس استیل باشه. اینا بیشتر همون سرفیس فینیشینگ خوب داره و یکی حادی است به این اساس. و دیگه ما اکثرا قطعی که میخوایم بسازیم نظر به او الکترود یا می افزار کیتود یا افزار کمی کوچکتر در نظر میگیریم. حدودی چند میلی یا بگیم 0.4 چند میلی به این محدوده ها. و این کیتود یا افزار ما اینزولیشن هم باید شوه، یا کوتینگ شوه یا پشتدهی شوه. به خاطر چی؟ به خاطر که این مقاومت پیدا کنه یک و که دینی قسمت این چارجا و جای دیگه انتقال نده. یعنی این چارجا دینی قسمت چون اصلی فلوید از بالا تخلیه میشه تا این قسمت هم از کنار ازی میه. این باید کوتینگ شدگی باشه تا بتونه مقاومتش بیشتر شوه و محیط کدام تعامل را انجام ندیه. بعد از او ورکپیس ماست. ورکپیس هم باید چی باشه؟ چون پروسس ابتدا مر شد که کاملا موادهای فلزی و حادی میتونه باشه. غیر از موادهای فلزی و حادی ما نمیتونیم مواد شکل دهی کنیم. و دی در بخش های تراشکاری و در ماشین تراشکاری هم معمولا یک از مشکلات ما است که ما فلزات سخت ما تراشکاری نمیتونیم. یعنی هر قدر فلز سختتر باشه ما نیاز داریم که قطعات یا قطعات سختتر با پلهای سختتر تراشکاری کنیم. مثلا ما HS داشتیم یا فلزات های اسپید. افزارهای ما در بخش تراشکاری هم خواندیم که شامل فلزات تنبر بود و شامل سرامیک بود و این فلزات یا این افزارها هر اندازه که قطعه کاری سختتر باشه ما به مواد سختتر و ناشکنتری نیاز داریم و هر قدر قطعات ما سختتر بود گفتیم که وسایل سختتر نیاز داشتیم. بازی این وسایل هایی که سختتر و بهترتر باشه اینا قیمت تمام شده قطعه را بالا مبره. به این اساس یک مشکل بود. اما در این قسمت ما مشکل نداریم. میتونیم ما قطعات سخت بسیار براحتی تجزیه کنیم یعنی ماشین کاری کنیم چون اون نیاز به چی نداره. فقط ما را توسط الکترولیز رو کار کنیم. الکترولیز میشه دیگه او سختی از هیچ مهم نیست برای ما. در این قسمت میتونیم بسیار براحتی او را ما ماشین کاری کنیم. و ما یک منبع برقی هم نیاز داریم. منبع برقی ما اول AC است. یعنی چون اکثر برقای AC با قدرت بالاست ما از DC استفاده کنیم
خیلی یک منبع بزرگ نیاز داریم. AC رو ما تبدیل به DC می‌کنیم. DC پاور سپلای ما باید باشه، چون قطب مثبت منفی نیاز است. ما با AC نمیتونیم مستقیم تراشکاری یا شکل دهی را با AC میدیم انجام بدیم. خب رنج ولتیج ازی معمولا بین 5 تا 30 ولت است یا کوچکتر از 50 ولت میتونیم بگیم. در ولتیج خیلی کوچکتر مثلا گرفته میشه نظر به EDM و جریان ازی نظر به EDM بالاست. یعنی کس نه یک استفادهش پسان خواهیم دید که همین جریان دی بیشتر است، ولتیج دی کمتر است نظر به EDM. خب و مقدار جریانی که ما نیاز داریم، یعنی هر میلیمتر مربع را ما حدود 1.5 تا 8 امپیر جریان نیاز داریم. خب پس به این معنا که ما یک منبع بسیار بزرگی از برق نیاز داریم تا بخوایم شکل دهی کنیم. میره پاسان خواهیم دید که یکی از ضد مزیت‌هایش امی است. خب ما دیگه یک چانک هم نیاز داریم تا بتونیم این مواد ذخیره کنیم. یعنی در قسمت اگر ما یک چانک یک رزروایر نداشته باشیم، ما چطور میتونیم این مواد ما سپلای کنیم و از این قسمت را پس جمع کنیم. خب شما میبینید که اگر چانک باشه این قسمت مواد رسوب کنه و دوباره پس پمپ شود. خب پس ما در این قسمت یعنی ما کاملا یک سیستم هیدرولیک هم داریم، یعنی یک باید فیلتر داشته باشیم. در این قسمت ما وال ها داریم، وال های کنترل جریان و وال های همین قسم کنترل سرعت تا جایی را نیاز داریم تا ما ماشین کاری کنیم. خب اصل پرنسیپ کاری از که بگیم گفتیم است که همه این قسمت شما میبینین یک قطعه کار است، یک قطعه کار است و این هم افزار یا کیتوت است، هم انود. خب این قطب مثبت است، زمان چارچ اینجا چارچ های مثبت تجزیه میشه به طرف قطب منفی میاد، از این طرف چارچ های منفی به طرف قطب مثبت. اما در بین از یک الکترولیت وجود داره که الکترولیت مثلا اگر ما بگیم یک نمونه سدیم کلراید است، سدیم کلراید باشه کلورینایش آمده تعامل کرده با فریم. چرا ساخته؟ فریم کلراید ساخته که فریم کلراید یک سرباره است یا یک سلک است، میتونه در زیر ازی تهنشین شود. خب مسئله فلز زیر ما اینجا تهنشین کردیم، دیگه چی شد؟ اینی کلورین های ازیم تعامل کرد، فرس ازی فرس کلراید ساخت رسوب کرد. اینی قسمت هیدروژن هایی که در بین ازی سیاره وجود دارن، چون آب وجود داره، این هیدروژن ها آمد با آیون های منفی که از قطب منفی میه، اینا یک مولکول هیدروژن تشکیل میده، این به طرف هوا میره. چی به طرف هوا میره؟ مولکولی از هیدروژن ما. این مولکول هیدروژن که به طرف هوا رفت، این فرس هم چی کرد؟ تهنشین کرد یا رسوب شد. این دیگه پس ما اینجا چی داشتیم؟ سودیم هم داریم. این سودیم چی میشه؟ سودیم ما این سودیم با می هیدروژن هایی که وجود داره با آیونی، چون آب هم است، یک طرف از یک تجزیه شد با آیون هیدروژن، طرف دیگهش تجزیه میشه با آیون هیدروکساید. این تعامل مونه با مو آیون هیدروکساید، این میسازه یک سودیم هیدروکساید. خب اینی قسمت باشه که این فلز تجزیه شد، این شکل دهی شد، این فلزات قسمت آمد به این قسمت به عنوان فرس کلراید. این رو ما تجزیه کردیم به این اساس. خب اصل پرنسیپ کاریش امی که بس. خب در این قسمت چقدر نیازه؟ یعنی این اگر افزار ما باشه، افزار و قطعه کار بینش یک گپ یا خلای حدود 0.1 تا 1 میلیمتر، در این محدوده ما یک خلا بین از جا وجود داره و مقدار ولتیج هم گفتیم از 5 تا 30، یعنی حدودی مثلا کوچکتر از 50 ولت. اینا اکثرا فرق میکنه محدوده کارش نظر به همین ورکپیس ما، یعنی ما چقدر ورکپیس ما کلان است، خورد است، نوعیت فلزش چه قسم است، نظر به این میتونه متفاوت باشه.
خب و این الکترولیت ما با یک تمپریچر هم پمپاژ میشه حدود 90 تا 100 درجه سانتیگراد هم. یعنی ما رو گرم کنیم به خاطر چی؟ اول که خود از گرم میشه در جریان، دویم ما رو به خاطر که گرم هم نیاز داریم که زودتر تعامل کنه. اگه سرد بود تعامل از اینا زودتر صورت نمیگیره، الکترولیت زودتر صورت نمیگیره، پس پروسه به کندی پیش میره. و این فشار از هم حدود 10 تا 20 اتمسفر یک فشار هم مثل این الکترولیت از این قسمت پمپاژ میشه. اینی حدود 10 تا 20 اتمسفر که فشار خیلی بالاست، 10 تا 20 اتمسفر فشار اینجا پمپاژ کنه. 20 اتمسفر اگه ما ببینیم، مثلا ما بگیم اگر 20 اتمسفر خیلی یک فشار بالاست، میتونه یک خانه رو کاملا، اگر یک فرض کنیم یک پایپی باشه مثلا یا یک تانکری باشه با فشار 20 اتمسفر داخل یک خانه بترکه، خانه رو کاملا تخریب میکنه. این یک فشار خیلی بالاست. به اساس چون با یک سرعت بالا به قطعات جدا شده را جدا کنه از سطح کیتود در غیر از فلزات نظر به قانون فارادی از اینکه جدا میشه به سطح کیتود میچسبه، اما با فشار بالا با سرعت حدود تا 30 متر 10 متر 5 متر تا 30 متر در ثانیه این میتونه را سطح از این جدا کنه. خب اما سطح از این جدا کرد و هم با او تعامل کرد یا پس نشین شد. خب این یک مثال هم زده گفت اگر ما یک قطعه داشته باشیم که چی باشه 1 میلی امپیر 4 میلی متر مساحتش باشه، 4 میلی متر ما اگر 4 امپیر ذرات داشته باشه، پس ما با یک قطعه حدود 10,000 میلی متر مربع یک مقدار مساحت ما حدود 40,000 امپیر نیاز داریم. یعنی منبع برقی ما خیلی یک منبع بزرگ باید باشه. خب اینا یک دو ویدیو است، فعلا ما در قسمت به خاطر حجم ویدیو کلام نشه و از این صرف نظر مونیم. و این پروسه ما چی خوبی ها داره و چرا ما این استفاده میکنیم؟ گفتیم یک پروسه نان تریدیشنال یا پروسه ادوانس است که در بخش تراشکاری یا شکل دهی یا پروسه تولید استفاده میکنیم. از این یک از هید بسیار کم تولید میشه، هید جنریشن بگیم تقریبا ما نداریم، خیلی کم است. یک سرفیس فینیش از خیلی خوب است. این هید جنریشن یعنی چی؟ یعنی چرا مثلا هید جنریشن؟ خب مثلا در تراشکاری خیلی حرارت زیاد تولید میشه. این حرارت که زیاد تولید شد این باعث میشه که خاصیت مواد از دست بره. مثلا یک فلز اگر گرم شود این خاصیت اول رو از دست میده. هر قدر ما میتونیم یک کس مقاومت مواد توسط گرم سردکاری ما تغییر بدیم. یعنی یک مواد خیلی سخت اگر ما بریم گرم کنیم را آهسته آهسته سرد کنیم بسیار نرم باشه. اگر مواد مثلا نرمتر باشه ما یک فلز که نرم باشه ما میتونیم توسط گرم کنیم رو باز پس در یک محیط خیلی سرد کنیم، میتونیم ما بسیار را مواد سخت و شکننده تشکیل بدیم. پس حرارت تولید نمیشه، یعنی قطعه ما خاصیتش تغییر نمیکنه. اگه خاصیت تغییر کنه کلان مشکل است و کلان نیاز به مصارف دیگه میشه. دویم اکسلنت سرفیس فینیش دارم. این به چی معنا؟ یعنی اگر ما ببینیم مثلا یک قطعه ریختگری شده این سطحی که تولید میشه درست نیست، بسیار رفنسش بالاست یا درشتی بالا داره، ما پس مجبور هستیم که دوباره این ماشین کاری کنیم، سطح از زیر صاف کاری کنیم، سیقلی کنیم. یک پروسه اضافی دیگر نیاز داره. خب این دو مزیت در این قسمت داشت. دیگر چیه؟ دیگر بین از اینا ممکن تماس مستقیم نیست، یعنی حدود 0.1 تا 1 میلی متر در این محدوده فاصله است بین قطعه کار بین افزار. پس اینا کدام قوی اعمال نمیشه. در تراشکاری خوب میبینیم در تراشکاری سنتی افزار ما با یک قدرت با یک فشار جسم تراش مونه، بین از اونا فشار پیش میاد قدرت پیش میاد. این باعث میشه که همین مایکرو کرک های زیاد ایجاد شود و سطح از او همین فشار ایجاد شود داخل از او و این فشارها با شکل باقی مانده داخل از او باشه. پس ما نیاز داریم که دوباره همو تابکاری کنیم تا بتونیم این رزیدوال استرس از این دور کنیم. اما در این قسمت چون تماس مستقیم نداریم دیگه ما رزیدوال استرس هم نداریم.
دیگه مشکل امی فایده که ما داریم این است که طول و رزیستنس ما صفر است، یعنی افزار ما هیچ تخریب نمیشه. اگر تراشکاری سنتی ببینیم افزار ما خراب میشه، مثلا ما یک قطعه سخت اگر تراشکاری کنیم افزار ما تقریبا دمون یک قطعه یا چند قطعه خراب میشه. بازی افزار هم خیلی قیمتش بالا، ساختنش مشکل، اما در این قسمت افزار ما تخریب نمیشه. میتونیم با یک افزار هزارها قطعه را بسازیم. مفیدیت دیگه از است که میتونیم ما خیلی شکلهای پیچیده و خیلی چیزهایی که به شکل کرویچر و کانتور است اینا را ما بسازیم، اما شینگ و کورنر چیزها را ما زیاد دقیق ایجاد نمیتونیم، ولی میتونیم شکلهای پیچیده دیگر را بسازیم. مثلا ما در یک عمقی قرار است یک شکل را بسازیم که او توسط ریختگیری هم امکان نداره، توسط تراشکاری هم امکان نداره، اما در این قسمت خیلی راحت تر میشه. اگر امکان هم داره در بخشای دیگه و بسیار سخت است، اما در راحت میشه. خب اینا بود از مزیت های عزیزان. میم سر ضد مزیتش. خب هر چی که یک مزیت داره میتونه نواقص هم داشته باشه. خب نواقصش چی است؟ نواقصش چی است که قسم پیشتر همین اشاره شد که مثلا هر میلیمتر مربع حدود 4 امپر انرژی نیاز داشت، جریان نیاز داشت. پس یک پروسه است که بسیار به انرژی بالا نیاز دارم، یعنی مصرفش بالاست. دیگه ما نمیتونیم شیپای با کناردار، شیپای شینگدار و کنجدار ماده ایجاد کنیم. این ناممکنه برای ازی، چون او خود تجزیه میشه، او فلزات دارای شیپ باقی نمیمانه. خب و دیگه مشکلی که هست این است که ما نمیتونیم توسط از این مثلا موادهای غیر هادی، یعنی سرامیک هایی که هادی نیست، یا بگیم پلاستیک ها یا اون قسم پلیمر ها را ما تراشکاری کنیم، چوب نمیتونیم به خاطر اون هادی نیست. حتما باید فلز باشه و هادی باشه. این یک از محدودیت های دیگه هست، یعنی این کمبوتی را دارم. خب و این چیزی که ترجیح داده میشه بیشتر همه چیزایی است که به شکل کانتوری است، یعنی اگر شکل کانتوری باشه خیلی خوبتر میتونیم ما بسازیم و دارای کنج و دارای کورنر ما خوب ساخته نمیتونیم. به این شکل یک محدودیت دیگه است. خب و یک این پروسه باز زیادتر برای چی استفاده نمونه؟ موادهای نرم هم استفاده نمونه. دلیلش همی است که موادهای نرم ما میتونیم توسط دیگه پروسه خیلی راحت تراشکاری کنیم و این دو پروسه دیگه استفاده نمیشه و دو مشکل داره. اینو بود از عزیزان از ECM و در ویدیوی بعدی انشالله ما فرقی ECM و EGM خواد گفتیم.